شما رو دعوت میکنم به دیدن 2 روز آخر هفته چند شیرازی کنار هم با حضور فرزندانشون رو ببینید. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. چیا؟ اون بذار اونجا. آشتی نمیکنه. فکر کنم خاله یه ذره خوابش میاد برای همین. بذار توی نورم افتاد جان آفرین مامان، خیلی سرده آخه. کلات هم بذار سرت. گوشت قلدر گوشت باد میره. لباسم میاد بالا. میدونم مامان، فکر نمی کردم تا این حد سرد باشه. هم یخ زدم هم دستم در گرفت. دستت بکن تو جیبت. اومدیم بریم نون بگیریم، سر راهمون اینا رو دیدیم. سگه اونا رو بخوره؟ نه دیگه، این سگه گله است، نگهبانش. مراقب باش دختر. اون مال من. از بالا نه، از پایین. هم گوش بدین به حرف مامانتون. من نگاه نمی‌کنم. بفرمایید توشی. متشکرم. بچه ها نکنی. من نمی‌خورم. سمبوسه یعنی جوری حقیقه بود. نه. بازی کن. سمبوسه دوست ندارم. وای این همونیه که اونجا به زور به من گفتی بخر بخورم، بعد اینجا الان میگی دوست ندارم. بفرمایید. حالا من نمی‌خورم.